سلام. به قصه های شبانه خیلی خوش اومدین. امشب در سکوت آرام شب میخوام شما رو به سفر دوری ببرم. به زمانی که دنیا آرامتر بود، بادها آهسته تر میوزیدن و قصه ها مثل موج دریا خودشون رو به گوش آدم ها میرسوندن. برای اینکه با من همراه بشی، چشمهات رو ببند، بدنت رو شل و ریلکس کن و به قصه صیاد و دیو گوش بده. روزگاری در کنار دریایی آرام پیرمردی زندگی می کرد که همه او را صالح صدا می زدند. مردی آرام، مهربان، دستهایی چروکیده اما دلی روشن. هر روز به دریا می رفت و هر شب با امید تورش را به آب می انداخت. اما چند وقتی بود که امیدش داشت کم رنگ می شد. تورهایش خالی برمی گشت و سفره‌اش هم هر روز کوچکتر می شد. آن شب غروب که آرام نارنجی شد، صیاد کنار ساحل نشست. صدای موجها مثل لالایی می رسید. نسیم خنکی صورتش را نوازش می کرد و او با خودش گفت شاید همین امشب گره‌ای برایم باز شود. تور را برداشت و با یک نفس عمیق آن را به دل دریا پرتاب کرد. بار اول تور پر از گل و لال شد. بار دوم قسمتی از تور پاره شد. بار سوم هیچ چیز جز سکوت و آب نبود. اما صیاد مثل همیشه ناامید نشد. آخرین بار با تمام قدرتش تور را به آب انداخت و این بار چیز سنگینی در تور گیر کرد. خیلی سنگین بود. وقتی تور را بالا کشید، یک کوزه برنجی قدیمی بیرون آمد. کوزه پر از نقش‌های قدیمی بود و مهری که نور ماه روی آن می درخشید. صیاد ماتش برده بود. این دیگر چیست؟ آرام مهر را شکست و در یک لحظه همه چیز تغییر کرد. دود سیاهی از دل کوه بالا رفت. آنقدر بالا که انگار میخواست دستش به آسمان برسد و ناگهان از دل دود دیو بزرگی بیرون آمد. چشمهایش سرخ بود. صدایش مثل غرش طوفان بود. دیو فریاد زد: ای انسان، 1000 سال زندانی بودم و سوگند خوردم اولین کسی که مرا آزاد کند باید کشته شود. صیاد حتی یک قدم هم عقب نرفت. با همان آرامش همیشگی گفت: چطور به اینجا رسیده ای؟ داستان تو چیست؟ دیو خیلی جا خورد. هیچ کس تا آن زمان انقدر آرام با او حرف نزده بود. و کم کم دیو شروع کرد به گفتن داستانش. داستان 1000 سال تنهایی، 1000 سال خشم و 1000 سال امیدی که تبدیل به تاریکی شده بود. صیاد آرام گفت: یعنی تو میگویی با این عظمت و بزرگی 1000 سال داخل این کوزه به این کوچکی جا شده ای؟ من که باور نمی کنم. دیو
خیلی مغرور و بیفکر فریاد زد به تو ثابت میکنم و دوباره به دود تبدیل شد و داخل کوزه. صیاد سریع در کوزه را بست و با صدایی محکم گفت تا وقتی به من امان ندهی آزاد نمیشوی. دیو فریاد زد قسم که تو را نمیکشم. صیاد مهر را دوباره شکست و دیو این بار آرام بیرون آمد. دیو گفت با من بیا، هدیه‌ای برایت دارم. صیاد را به سرزمینی پنهانی برد، جایی میان کوه‌ها با درختانی بلند و رودخانه‌ای که صدایش مثل موسیقی آرام بود. دقیقاً درست وسط جنگل درختی بود با میوه‌های شفاف مثل قطرات باران که از چشم همگان پنهان شده بود. دیو گفت این درخت شفاست. دردی نیست که درمانش در این درخت نباشد. این هدیه من به توست به خاطر مهربانی و داناییت. صیاد چند میوه برداشت و با خودش به روستا برد. مریضها شفا پیدا کردند. دلها آرام شدند و روستا دوباره جان گرفت. آن شب صیاد کنار دریا نشست. ماه نقره‌ای آرام روی آب می درخشید. موجها لالایی می خواندند و صیاد لبخند زد. گاهی گنج واقعی خود مهربانی است. بزرگترین سلاح انسان. امشب با همین فکر آرام بخواب که دنیا هنوز پر از معجزه و امید است. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشین. شبتون بخیر.